شخص زیست‌سلا عامل کار در اتفاق ازش اسم برده. حتی کلمه زیست‌سلا داره. اول زیست‌سلا رو ببینیم چیه تا بعدش ارتباطش بدیم با زیست‌سلا کی؟ زیست‌سلا یعنی آدمی که صلاحیت کی صلاحیت؟ کسی که آموزش دیده صلاحیت. میگیم آموزش دو تا آموزش مطلب هست. یکی آموزش‌های مهارتی دیده باشد، یکی آموزش‌های ایمنی دیده باشد. این کلاسی که الان شما اومدید آموزش ایمنیش، یکی هم مهارتیشه. باید بتونه کار بلد باشه چجوری کار بکنه. در تمام این مقررات ما مهارتی را سازمان فنی حرفه‌ای تعریف کرده. او آموزش میده که توی ارتباط چجوری کار. مهارتی وزارت کار. هم مجری، هم شخصی زیست‌سلا هم عامل کار در ارتباط باید زیست‌سلا باشن. یعنی چی؟ یعنی آموزش دیده باشن. مجری کیه؟ مجری کارفرماست. مجری کارفرماست. شخص زیست‌سلا کیه؟ سرپرسته. عامل در کار در اتفاق کیه؟ کارگر. مجری علاوه بر اینکه باید آموزش دیده باشه و مهارت داشته باشه و اینا، باید به صورت علمی و فنی هم بتونه کار انجام بده. باید آدمای زیر مجموعه‌اش بتونه مدیریت. سرپرست علاوه بر اینکه آموزش دیده باشه، باید بتونه زیر دستاش سرپرستی کنه. یه مدل سرپرستی هم باید داشته باشه. عامل کار در اتفاق یعنی کسی که آفرش کنه بره توی ارتباط کار رو انجام بده. علاوه بر اینکه مهارت رو باید داشته باشه، آموزش مهارتی دیده باشه و ایمنی، باید یه خصوصیت دیگه هم داشته باشه. توانایی انجام کار رو داشته باشه. توانایی یعنی چی؟ توانایی یعنی از نظر بدنی به درد این می‌خوره. بدنی باید چطور باشه؟ اولین موضوع اینه که چشش خوب می‌بینه. بگه چشش نمی‌بینه، اون بالا کار دست خودش دید خوبی باید داشته باشه. دوم، گوشش رو باید باشه. باید بتونه تو ارتباط با همکارای خودش ارتباط برقرار کنه. یا از ارتباط با پایین ارتباط برقرار کنه. حالا با پایین بعضی وقتا فاصله زیاده، از وسایل ارتباطی استفاده میکنه، مثلا از پیسی استفاده میکنه. ما یه حادثه داشتیم که با جرثقیل باز جابجا میکردن، وسط کار باتری بیسیمشون تموم شده بود. مکالمه ارتباطه برقرار نشده بود. بار زده بود از سینه سوله، هم بار خراب کرده بود هم سوله خراب. از ارتباط هم شنیداری باید بتونه ارتباط. موضوع بعدی نیاز به قدرت بدنی دارد. اون بالا باید بتونه خودش نگه داره. باید بتونه خوب عکس‌العمل از خودش نشون بده. باید بتونه خودش رو جمع کنه. بفهم. اگر قدرت بدنی نداشته باشه نمیتونه خودش رو بالا جمع کنه. و موضوع بعدی از نظر جسمانی و روحی باید به درد بالا بخوره. جسمانی یعنی چی؟ همون کاری که شما میدید طب کار میگه که چند سالته؟ بیماری فلان داشتی؟ نه. تو خانواده‌تون مریض بوده؟ نه. عمل کردی؟ همینطور تیک بزنه میاد تا پایین. این علته. معاینات پزشکی باید پزشکی درست قشنگ تجزیه و تحلیل کنم بفهمم این مریضی داره آیا به درد اون بالا میخوره یا نمیخوره. آدمی که بیماری‌های قلبی داره به درد بالا نمیخوره. اون بالای قلبش گرفت چی میشه؟ آدمی که سر داره به درد بالا نمیخوره. اون بالا قش چه اتفاقی میفته؟ آدمی که سرگیجه مکرر داره به درد ارتفاع نمیخوره. آدمی که ترس داره از ارتفاع، فوبیای ارتفاع داره. اگه پایین نگاه بکنه از ترس نشون.
به درد ارتفاع آدمی که بیماری‌های شدید ریوی دارن مقدوریت ذره چون که پله فقط طبقه دومه وقتی تون پله برم بالا که برسن نفسم برمیره تو ارتفاع اگه نفسم برمیره چه میشه؟ آدمی که بیماری‌های شدید مفصلی دارن بعضیا دیده پاشون زیر میشه دیسک کمر داره زمین را بره در کمرش در میگیره تو ارتفاع چطور و آدمی که داروهای خواب آور استفاده میکنه شب‌ها من رفتم کورس خواب سرما خورده اسپکتران تو دیفینیتراوین و ادرامینار شدن چرتیه یه لحظه چشمش بره رو هم ارتفاع براش حادثه حالا سنتی و سنتی و اینا هم بذارید کنار اینا هم نباشه پس آدمی که تو ارتفاع کار میکنه باید گزینش شده باشه هر کسی رو نباید اجازه بدیم بره تو ارتفاع این قدر بعد چیه؟ قدر بعد اینه که باید یه سری زیرساخت‌ها فراهم زیرساخت‌ها کارگرها کاری دستشون بر نمیاد چون پول و قدرت دست کارفرما باید زیرساخت اولین زیرساخت اینه که باید شناسایی خطر و ارزیابی ریسک بکنن شناسایی خطر یعنی هر خطری وجود داره از قبل پیشبینی بکنه که آقا بله بره بالا تو ارتفاع کار بکنه چه چیزایی قراره بهش آسیب بزنه و برای اینکه آسیب نزنه چه کار بکنه که آسیب نزنه این یعنی شناسایی خطر و کنترل البته این وسط یه اولویت بندی کردن خطر هم بهش میگن ارزیابی ریسک ریسک چیه؟ کی میدونه؟ احتمال احسن شانس تبدیل خطر به حادثه در حقیقت ریسک ابزار اندازه‌گیری خطرات ریسک به ما میگه که چقدر خطرات خطرناکن چی رد میکنه؟ هر خطری خطرناکه اولویت بیشتری داره اینو زودتر درستش میکنیم یا اگه خیلی خطرناکه میگیم کنه نکنه درست شه شرکت‌ها برای خودشون ابزار اندازه‌گیری ریسک به وجود میارن میسازن مثل که ما ابزار اندازه‌گیری برای دما درست میکنیم دماسنج چجوری درست میکنیم یه لوله شیشه‌ای برداریم الکل میریزیم توش میذاریم اونجایی که آب یخ میزنه میگه اینجا صفر اونجایی که آب جوش میاد میگه اینجا 100 حالا 100 قسمتش میکنیم باش دیگه دما رو اندازه میگیم دما 25 درجه سانتیگراد برای خطرات همین کارا میکنه میگه نه اینکه ریسک یعنی شانس تبدیل یک خطر به یک حادثه شانس تبدیل یعنی احتمال رخ دادن میگه نه اینکه تبدیل به حادثه میشه حادثه از بود شدت حادثه برامون مهمه چقدر آسیب ایجاد میکنه بعد همین درجه بندی میکنه از آسیب کم که مثلا کوفتگیه بعد جراحت بعد شکستگی بعد مثلا نقص عضو بعد مرگ بعد اینا رو عدد بهش اختصاص میگه این یک این دو این سه این چهار این پنج درجه بندی کرد بعد میگه احتمال رخ دادن مثلا 1% تا 100% احتمال رخ دادن بعد چیکار میکنه؟ اینا رو به هم دیگه نسبتش میده معمولا با نسبت ضرب خب میگه نسبت ضرب کمترین احتمال کمترین شدت میشه 1 ضرب در 1 میشه 1 این بالا میشه 5 ضرب در 100 میشه 500 حالا من یه خطکش دارم برای اندازه‌گیری اسمش ریسکه
از 1 تا 500 درجه بندی شده. هر خطری نگاه میکنم ببینم احتمال رخ دادن و آسیبی که ایجاد میکنه تو چه عددی قرار میگیره میذارمش اینجا. شرکت ها از این استفاده میکنن برای تشخیص خطراتشون. برای خودشون یه خط قرمز میکشن. مثل که الان برای دما ما تو کشورمون خط قرمزمون 50 درجه سانتیگراده. میگیم اگه دما رسید به 50 کار تعطیل. شرکت ها کار کنه حالا درستشون 50 درجه ولی دیگه برسه کار تعطیل. کار کنن برای خودشون همین کارو میکنن. یه خط قرمز یه جای اینجا میکشن میگن اگر ریسک از این عدد بالاتر بود ریسک غیر قابل قبول یا ریسک بالا کار تعطیل. بچه‌ها کار نکنید آسیب می‌بینید. اگر پایین‌تر بود میگه اشکال نداره کار. بعضی از شرکت‌ها برای خودشون به جای 2 تا 100 تعداد سطوح بیشتری قائل میشن. مثلا یه خطی هم اینجا میکشه میگه ما حالا اینا این همه خوب بودن نیست، این یه وسطی هم داشته باشیم کار تعطیل نمی کنیم، کار ادامه پیدا بکنه، اما اینا رو هم میریم ایمیل میکنیم. پایینیاش باش مشکلی نداره. پایینیا چیه؟ اونا یک کوفتگی ایجاد میکنه و اونا یک احتمال رخ دادنش کم، آسیب کم، احتمال رخ دادن کم. اول برم اینا رو درست کنم. اول برم این یعنی مدیریت ریسک. قانون چی میگه؟ میگه شما وقتی میخواید تو ارتفاع کار بکنید اول پیش بینی کن که چی میتونه به شما آسیب بزنه و بعد برو اونا رو کنترل کن بر اساس این چارچوب. حالا داستان سر این قضیه است که همه وقتی کلمه ارتفاع میشنون فقط سقوط میاد تو ذهنشون. ارتفاع سقوط در صورتی که اینجوری نیست. کار کردن تو ارتفاع که فقط سقوط کردن نیست، خیلی خطرات دیگه هم هست. ما یه استاندارد تو کشورمون نداریم ولی یه استاندارد بین‌المللی داریم، مال استرالیاست. WHS 78 تو گوگل سرچ بکنید براتون میاد WHS 78. این ارزیابی ریسک کار در ارتفاع. باز کنه ببینید ارزیابی ریسک کار در ارتفاع مال استرالیا. WHS 13 تا ریسک برای کار کردن تو ارتفاع شناسایی کرده و بعدش هم 1 و 2 و 3 و 4 تا سطح برای این درست کرد. ما اینجا 3 تا سطح خط کشیدیم، تو استرالیا 4 کشیدیم. مهم نیست، این دیگه شما باش خیلی کار ندارید. بچه‌هایی که حوزه مدیریت ریسکتونن باش کار ندارید. من همین رو ترجمهش کردم. بذار با هم دیگه ترجمه شده ببینید. خلاصه یکی از خطرات سقوط کردن از ارتفاع. بعدی چیه؟ استحکام و ایمنی سطوح کار. برو تو کلیپ‌های چیز نگاه کن. یهو ساختمونا ور میریزه پایین. یهو داربسته سقوط میکنه کلش میاد پایین. آدم نیفتیده. سازه خراب شده. اینم یه ریسکه. بعضی وقتا آدم‌ها از ارتفاع پایین نمیافتن ولی تو ارتفاع رو سطح ارتفاع میافتن. روی یه پلتفرم داره میره، رو پلتفرم میفته رو پلتفرم. پاش مثلا گیرتینگاه هم سطح نیست، پاش لبه گیرتینگ گیر میکنه میفته رو سطح. بعضی وقتا بحث سقوط اجسامه. من تو ارتفاع کار میکنم، بالا سر من یه کسی داره کار میکنه، از اون بالا یه چیزی میفته رو سرم، یا اینکه من تو ارتفاع کار میکنم چیزی از دستم راه میشه میفته
برق گرفتگیه. وسایل برقی ما رو زمین استفاده میکنیم، روی ارتفاع استفاده میکنیم. الکتریسیته مواجهه با اون باعث میشه که عبور الکتریسیته از بدن اتفاق بیفته. عبور الکتریسیته یعنی آسیب. گریل، فرز، یه لامپ روشنایی، سیم برقی که تو ارتفاع کشیده برای یه جای دیگه هست، یا خود کابل‌های برق است. برق فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی. تیرای چرا بودن؟ فشار ضعیف تا 1000 ولت تا میگن فشار ضعیف. 1000 تا 63000 رو میگن برق فشار متوسط. از 63000 به بالا رو میگن برق فشار. برق فشار ضعیف باید بخوره گل سیم برق. برق فشار متوسط و قوی الزامی به سیم خوردن هم نداره. میدانهای الکتریکی مغناطیسی داره. نزدیکش هم بزن بیشی تخلیه الکتریکی اتفاق میفته. عبور الکتریسیته باعث برق گرفتگی میشه و مخصوصا برق فشار قوی چون جریان زیادی از بدن میگذره ایجاد سوختگی های شدید میکنه. این نتیجهش من خدا یه کارگر ساختمونیه بالا پشتمون از روی زمین یه میلگرد بهش میدارن مینداخته رو پشتمون. میلگردش هم سیم برق نزده، اومده نزدیکای سیم برق فشار کرده. برق از راه میلگرد وارد دستش شده، از تو پاش تو زمین تخلیه شده. عبور الکتریسیته، حرارت زیاد باعث سوختگی باعث قطع جفت دستش شده. این یه میتونه زندگی راحتی داشته باشه. نیت لباس میخواه عوض کنه، غذا میخواه بخوره، نیت دستشویی بوده، منت یه کسی باید بکشه تا کارش رو براش انجام. خطر بعدی، خطر مربوط به شرایط جوی. باد، بارون، برف، تگرگ ایجاد لرزندگی میکنن، ایجاد نامتعادلی میکنن، احتمال برخورد ایجاد میکنه، سائقه‌اش برق گرفتگی ایجاد میکنه و خطر بعدی بادهای مؤثر بر پایداری سکو کنه. حتما تو اینترنت دیده کلیپاش هست، برید نگاه کنید. باد میاد مثلا داربست رو از ساختمون میکنه میندازه. تو کجا بود؟ مکه تو